سلام. یه قابلیت جدیدی که گوگل اضافه کرده اینه که میتونید دو تا ایموجی رو با هم دیگه ترکیب بکنی. برای این کار کافیه توی گوگل سرچ بکنی ایموجی کیچن. خب وقتی که ایموجی کیچن رو سرچ کردین و آورد، گت کوکینگ رو میزنی. اینجا میتونید دو تا از ایموجی ها رو با هم دیگه ترکیب بکنی، مثلا ایموجی اول و ایموجی دوم که میشه باز خندون. میبینین به همین راحتی میتونید انواع و اقسام ایموجی هایی که دلتون میخواد رو بسازین. یه قابلیت دیگه ای که هست به جز گوگل، میتونی از سایت emojikitchen.dev استفاده بکنین. اینجا هم میتونین ترکیبای خیلی جذابی رو درست بکنین. حالا مثال من دوباره باز عکس ایموجی اول و ایموجی دوم رو انتخاب میکنم و یه هندونه خندون میسازم. میتونین کپی بکنین یا اینو سیو بکنین و ازش استفاده بکنین. فقط موقع ارسال این توی شبکه‌های اجتماعی یا هر جایی که خواستین استفاده بکنین به صورت عکس ارسال میکنه و ایموجی نیستش. این نکته رو رعایت بکنید.